هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، رضایت شوهر بالاتر از عبادت. روز حضرت فاطمه رضی الله عنه پیش پدر گرامیش آمد و عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیشب حرفی گفتم که حضرت علی رضی الله عنه ناراحت شد و بعد از او عذرخواهی کردم و خندید. می ترسم که حق او را ادا نکرده باشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای فرزند، نارضایتی شوهر ناخشنودی خدا را در بر دارد. ای فاطمه، آن شبی را که شوهر از زنش راضی باشد برای زن از عبادت 100 ساله بهتر است و 1 ساعت دوستانه نشستن با شوهر بهتر از 1 سال عبادت است و 1 ساعت با شوهر بودن بهتر از طواف کعبه است. و چون شوهر از زنش راضی باشد از هر دری که میخواهد وارد بهشت می شود. راه بهشت. چگونگی محبت با همسر. بار رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل حضور داشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودند: ای حمیرا، تو در نزد من از آمیخته شدن مسکه و خرما نیز بیشتر محبوب می باشی. حضرت عایشه رضی الله عنها تبسم نمود گفت: ای رسول خدا، شما هم در نزد من از آمیخته شدن مسکه و عسل نیز بیشتر محبوب تر هستید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای حمیرا، پاسخت به مراتب از پاسخ من خوبتر بود. مرواردهای پراکنده، وسایل زندگی و صبر بر آن. روز حضرت فاطمه رضی الله عنها پیش پدر بزرگوارش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف برد و عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کل رخت خواب من و شوهرم عبارت از 1 چرب قوچ است که شب به عنوان بالاپوش خواب از آن استفاده میکنیم و در روز علفهای شتر را روی آن میگذاریم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: دخترم صبر کن، زیرا که حضرت موسی علیه السلام 10 سال تمام با همسرش زندگی میکرد و در طول این مدت بجز 1 عبا این جامعه وسیع دراز آستین کوتاه که از بالای لباس پوشیده می شود رخت خواب دیگری نداشت. هدیه به خواهران. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.